آقا عرض ادب خدمت دوستان، اکبری هستم، نماینده کلاج اتوماتیک تاکو. مهمانی داشتیم از آذربایجان غربی خوی و اینکه یک کلاج اتوماتیک HAC پترن پلاس نصب کردیم روش. شما دیگه نیازی به گرفتن کلاج ندارید، پای چپ کاملا آزاد میشه روی کلاج. این شاسی کنار سردنده کار کلاج پای شما رو انجام میده و دکمه آف آن دستگاه خود سردنده است. شما خاموشش کنید، از کلاج پای استفاده کنید و روشن کنید، از کلاج برقی استفاده کنید. و اینکه ساعتمون هم که ساعت 12:15 شب. خب چطوره؟ خیلی عالی، دست در نکنه، واقعا لذت میبره. زنده باشید دوستان. جهت سمت راست برای تنظیم دور موتور، جهت بالا دور موتور شما رو میاره پایین، ماشین زودتر شروع حرکت کنه. جهت پایین دور موتور شما رو میبره بالا، ماشین گاز بخوره حرکت بکنه. دوستان نیازی به دست زدن این نیست، فقط اینکه یادتون باشه که زمانی که زنگ زدیم راهنماییتون کردیم بدونید واسه چیه. این دستگاه 60 ماه گارانتی داره و پلیس راهور و نجات تاییدیه داره و ثبت شرکتی هم میباشد. دوستان زمانی هم که ماشینتون رو فروختی در روش میتونید باز کنید و مجددا نصب کنید رو ماشین جدیدتون. خب از کجا تشریف آوردی بودید؟ من از خوی اومدم، ببخشید. زنده باشید. آینه تنظیم سواسم بگیم. من از خوی اومدم، دستشون در نکنه. زنده باشید. نصب چطور بود؟ بی‌تعارف. واقعا عالی بود، دستشون در نکنه. راضی بودی؟ یه لحظه سیم کشی‌ها رو دیدی، یه لحظه گفتی چجوری می‌خوای اینا جابجا کنی؟ همه سیمو می‌خوای کجا جا بدی؟ با اصلا خیلی تر و تمیز و مرتب. سیمی می‌بینی؟ اگه می‌بینی بگو قطعش کنم بذارم کنار. عالیه واقعا. راضی بودی؟ دنده خوب جا میرفت، مشکل نداشت. مبارکت باشه. زنده باش. دوستان اگر سوالی هم بودش در این اینستاگرام و واتساپ ما هستیم در خدمت. دوستان گیر بوکس و فابریک ماشین به هیچ وجه دست نمیخوره، فقط قطعه نصب میشه، کار کلاج و کار نیم کلاج پای شما رو انجام میده. سوالی هم بود در این اینستاگرام و واتساپ ما هستیم در خدمتتون. یا علی.